سرخط مهمترین خبرها: مشکل تکنیکی یا عمل برقصدانه به ماشین رئیس حزب در کلوب چی شد؟ ترتیب نو برای مهاجران: درباره کارتان آگاهینامه پیشنهاد کنید و نظر مردم در موضوع دوزنگی چیست؟ درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نویدی بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 8 انور است. مقامات انتظامی کلوب حادثه آتش گرفتن و یا ترکش ماشین خدمتی رئیس حزب خلق دموکراتی در شهر کلوب را تفتیش دارند. حادثه روز 5 انور رخ داده. ماشین تمغه شکوده خدمتی سلیم سیولی زاده از قسمت پیش آسیب دیده است، اما معلوم نیست که حادثه مشکل تکنیکی است یا عمل برقصدانه. یک منبع از مقامات تفتیشاتی کلوب روز 7 انور در صحبت با رادیوی آزادی گفت ماشین را به تشخیص فرستادند و نتیجه آن را منتظرند. اون نگفت حادثه همچون عمل برقصدانه یا یک حادثه تصادفی تفتیش می شود. این منبع گفت ماشین را از قسمت پیش آسیب دیده است و حالا در دادستانی کلوب نگاه داشته می شود. مفتشان از صاحبان دکان‌های نزدیک به مکان حادثه ثبت دوربین‌های نظارتی را طلب کردند. مسئولان حزب خلق دموکراتی در شهر کلوب حادثه را شرح ندادند. از این پیش شب 26 و 27 دکبر ماشین رئیس امانت بانک در ناحیه واسع آتش گرفته بود و هنوز مقامات سبب آن را شرح ندادند. سال گذشته آتش گرفتن ماشین سابق دادستان ناحیه واسع را مقامات عمل برقصدانه نامیده بودند و بعدا یک ساکن 50 ساله کلوب را بازداشت و او را در این حادثه گناهکار دانستند. در همین حال احمد جان عبدالله زاده، یک دادرس از یاسودی ناحیه 5 ولایت ختلان در پی صدمه نقلیاتی جان باخته است. نشریه فرج نوشته است عبدالله زاده 20 دکبر سال 2023 در حدود ناحیه خراسان صدمه کرد و با زخم‌های جدی به بیمارستان انتقال یافت. پزشکان بیمارستان ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند دادرس 37 ساله از ناحیه سر آسیب جدی برداشته بود و همچنین ستون مهره‌اش شکسته بود. سالانه در پی صدمه‌های نقلیاتی صدها کس در راه‌های تاجیکستان کشته و مجروح می‌شوند. از روز 7 انور سال 2024 در روسیه برای مهاجران عهده‌داری نو جاری شد. اکنون مهاجرانی که پتنت گرفتند وظیفه دارند درباره آغاز فعالیت مهنتیشان وزارت کارهای داخلی روسیه را رسما خبردار کنند. تا این وقت مهاجران می توانستند بعد خود را در قید گذاشتن و گرفتن پتنت در روسیه به کار شروع کنند، ولی در اساس یک فرمان وزارت کارهای داخلی روسیه اکنون بر علاوه پتنت باید مهاجر خطی یا طریق برنامه گاسوسلوگ وزارت کارهای داخلی روسیه را از آغاز فعالیت کاریش خبردار کند. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان نوشته است مهاجران باید همراه با آگاهینامه، نسخه شرطنامه مهنتی یا نسخه شرطنامه حقوقی گرجدنی میان کارفرما، فرمایشگر کارها و شهروند خارجی را علاوه کرده به اداره پلیس جای زیست یا طریق برنامه گاسوسلوگ سپارند. به اطلاع نمایندگی وزارت مهنت در صورت رعایت نکردن این ترتیب پتنت مهاجر بدون آگاهی او بیکار کرده می شود. کارفرما هم برای کار فرمودن مهاجری که بود و باشش غیر قانونی شده است جریمه خواهد شد. مشکل دیگر این بود است که در صورت بیکار کردن پتنت مهاجران حق داشتند تنها پس از 1 سال دوباره پتنت بگیرند. روسیه میزبان حدود 1 میلیون مهاجر کاری تاجیکستانی است و قرار نو می تواند برای آنها دردسر نو ایجاد کند. مهاجران قبلا نیز از حجتگذاری مشکل در اداره‌های مهاجرتی روسیه شکایت داشتند. سالانه صدها مهاجر از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه از این کشور اخراج کرده می‌شوند. نمایندگان پارلمان قرقیزستان گفتند هیچ قانون برای اجازه دادن چند همسری در بررسی نیست. قبلا خبرهای نشر شده بود که پارلمان قرقیزستان می‌خواهد برای زندگی مرد با چند همسر در یک وقت اجازه بدهد. موضوع چند همسری در تاجیکستان هم بحث برانگیز است. گروه با اشاره به باورهای دینی میگویند این کار درست است، اما حامیان حقوق این را نقض حقوق زنان گفتند. بر اساس کانستیتوسیون تاجیکستان چند همسری منع است و مطابق کدکس جنایتی این عمل جنایت به حساب می رود. همکاران ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که نظرشان به موضوع چند همسری چیست. یک زنم بساز مزدوری نمیبره مال کود تازه تجوز بیست اگر بم برای خیلی اوشا بگیری دیگه گپاگانه خیلی جور زور میرسه اگر زور میرسگیش هسته درست میرسه میگیره یعنی که اگر امکانیت داشته باشد گیرد خیلی که امکانیت بره نباشد خیلی میگیره بیشتر خطر همون یه آیله بودن نیست، چون که همین مرد وقتی که 2 آیله شد الکی همه چیز تقسیم می شود، زندگی خوب ناخوبتر می شود. همین خیلی هست. مقصدی من همینه که یک زنگی خوب است. با خانو جای تامین کردن با خورد و خوراک باز نگیری. خداوند اجازه داده 4 زن
فهمیدی نه که با خورد و خوراک تامینش با خونه جوی همش که تامینش کنی بعد وای قیامت یاد دست شب شالا کار میخواد جنایتکار وای اون مردی که خدا داده زن باید با خونه جوی با خورد و خوراک تامین کنی بعد دان گرفتن نیک بتن پارت رسیاری با چیکار کنی در تاجیکستان هستند شخصانی که زیاده از یک زن یا دو زن یا 4 زن دارند در تاجیکستان هاست بیشتر من اهمیت میتیم بیشتر همین جوان دخترها بسیار میل به شوهر دوم دارند نه به شوهر یکم ولی بلکه به شوهر دوم از چی همسر دوم شدن میخوان بله همسر دوم نه به همین پسران بلکه به همون نفران مردهای زنداره که پولدار هستند بسیار از شخصانی غریب از بسیارشون بیزن هستند از حسابی که مال ندارن چیز ندارن ولی شخصانی که بوی هستند 3-4 زن دارن من شرحی را در همین میبینم مثال دختران را احترامانه خواهش کرده میشود هم از پسران هم از دختران که هم پسرای کمبغل را هم گیرن اینها هم خیلی آرزو دارند در زندگی همه از زنی خودشون به زور میخرونند دیم زن چی در کار همه از زنی خودشون خرونند سیر کنند همه چی تامین کنند با فکرم که میشود زیادی چی در کار بعضی آدم میگن که امکان دارن که امکانیت دارن خیلی که آدم های داشتگیش میگیره 2 زن میگیره 3 زن میگیره که نداشتگیش همون یک زن که طاقت کرده میشینه همون زنی خودشون خورانن پشانن همون کفایه داشتگیش در آش شوه همین یک زن خوبه ده یک زن همین خوب داشته باشم 3 فرزند باشم بس بهترینه مثلا بعضی میگن که مردها رفتند روسیه و دخترها اینجا زیاد موندن اونا هم باید شوهر کنن حداقل زنی دومی مردهای زندار شوند نظر شما چی است خیلی هر آدم وابسته ایخی چایپا یک مرد هست زن دیما میگیره بهترین خوبه البته نادرسته با اینشتا با جنجال میخوزه برای کمبوده میشه چی میشه هر یا محبت چیه اینو آدم یک میفهمه چیه یک خبر کوتاه از افغانستان داریم. شاخه خراسانی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت ترکش مرگبار میکروافیتابوس در کابل پایتخت افغانستان را به دوش گرفت. حادثه روز شنبه 6 ینور در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین دشت برچی واقع در غرب کابل رخ داد. گروه تندروی داعش روز 7 ینور در کانال خود در پیامک رسانی تلگرام اعلان کرد که جنگجویانش در مسافربری حامل مسلمانان شیعه مذهب دستگاه ترکنده گذاشته بودند. بنا به گزارش‌های مختلف در ترکش افیتابوس در دشت برچی از 5 تا 16 نفر کشته شدند. هیئت سازمان ملل عاید به کمک به افغانستان خبر داد است که دست کم 22 ساکن هزاره کابل در این حادثه کشته و زخمی شدند. داعش در گذشته هم در افغانستان حمله‌های زیاد انجام داده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 ینور را فرا می‌گیرد. 8 ینور سال 1978 در ایران انقلاب اسلامی شروع شد. آن روز ساکنان شهر روحانی نشین قم به نشان اعتراض از حکومت شاه رضا شاه پهلوی به خیابان‌ها ریختند و حکومت آنها را با شیوه شدید سرکوب کرد. این سبب خشم قشرهای گوناگون سیاسی و اجتماعی در سراسر ایران شد. سال 1979 شاه کشور را ترک کرد و قدرت به دست آیت الله خمینی و نیروهای اسلامی گذشت. انقلاب اسلامی در ایران غنی از نفت که سمتگیری‌های سیاسی کشور را دیگر کرد، یک چرخش تاثیرگذاری سیاسی در قرن 20 جهان دانسته می شود. 8 ینور سال 2006 در پرورشگاه کودکان امکانیتشان محدود با نام چارباغ در دوشنبه در پی سوختار مدهیش 13 کودک جان داد. سبب سوختار را رسش ناقل‌ها گفتند. در پی تحقیق این حادثه چندین مسئول اینترنت به حبس گرفته شد. با وجود خیریه‌های زیاد، تامین مالی مؤسسه‌های اجتماعی در تاجیکستان با مشکل روبرو است.
8 январи соли 1915 ҳунарпешаи тоҷик Асли Бурҳонов таваллуд шудааст, ки 82 сол умр дид ва дар театру кинои тоҷик чун бозигари нақши Владимир Ленин, муассиси давлати шӯравӣ шинохта шуд. Асли Бурҳонов аз соли 1933 то охири умраш дар соли 1997 дар театри драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият кардааст. дар синамои тоҷик бо нақшҳояш дар филмҳои Ман бо духтаре вохӯрдам, Писар бояд занг гирад, Дог хунда ва дигарҳо дар хотири тамошобинон боқӣ мемонад. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 119 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1093 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان با برنامه‌های رادیویی آزادی.